عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. و همه در رابطه به علامت های شب قدر که آیا برای شب قدر کدام علامت های خاصی وجود دارد. بارک الله فیکم. البته در رابطه به علامت های شب قدر یک سری اعتقادهایی است در بسیاری از عوام مردم که کلگیشان خرافات هستند و مخالفت قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که یگان تایی از اونها از یعنی که قرآن و سنت یگان ثبوتیتی ندارد که گویا اینکه در شب قدر یکی از علامتش همین است که درختها سجده میکنند و امثال اینها کلگیشان خرافات هستند و مخالفت قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. بلکه بعضی از علامت ها در رابطه به شب قدر آمدگی هست که چنانکه در صحیح مسلم میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که صبیحة لیلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، اینه که صبح شب قدر این گونه است که آفتاب طلوع میکند که در حالی که برای او روشنایی نیست، اینه که شعله در اون آفتاب نیست، اینه که سحریش. و همچنین بر روایت عبدالله ابن عباس از سنن ابن خزیمه ذکر می شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که لیلة القدر لیلة سمحة طریقة لا حارة ولا بارده، اینه که شب قدر شبی هست که در او نه سردی است و نه گرمی است، یعنی که متوسط و میانه هست. یکی از علامت هایی که در حدیث ذکر شده است و همچنین با ذکر می شود که تصبح الشمس صبیحتها ضعیفة حمراء، یعنی که شب قدر آفتاب طلوع میکند که در حالی که ضعیف است، یعنی سرخ است و ضعیف است، این روشناییش ضعیف است، زیاد نه چندان روشنایی ندارد. این همی بعضی از علامت هایی که در رابطه با شب قدر آمدگی هست. بارک الله فیکم.